یقینا امروز هفته صنعت است، نمایشگاه بین المللی بهار نو با ما استقبال میکنیم، چون تجارت فعلا اقتصاد کشور تجارت محور است و صنعت هم در معمار وطن رولی مهم دارد. افغانستان در سال تقریبا 30 میلیون یا 340 میلیون به کشورهای همسایه از بابت برق بدهکار هستند و پول از این انتقال میشه. برق چرخش اقتصاد به حرکت میاره. اگر ما برق داشته باشیم، هر قدر صنعتکاران تشویق کنیم، بدون برق صنعت به پیش نمیره. در این بخش هم هیچ توجهی در گذشته صورت نگرفته. درست است اگر در بخش تعلیم ببینیم، از لحاظ کمیت خیلی پیشرفت‌هایی داریم. پانتون‌های خصوصی جور شده است، مکاتب زیادی هست، ولی از لحاظ کیفیت مشکلات خود دارد. از لحاظ شاهراهایی که میبینیم، به هر ولایتی که سفر بکنیم خیلی مشکلات داریم. اگر قرار باشد که افغانستان یک معبر جور شود، آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی وصل کنه، تا اینکه شاهراهای ما معیاری نباشه، فکر نمیکنم که ما به این هدف برسیم. و همچنان در هر بخشی که ما بریم مشکلات خود داریم. خارجی ها آمدن با شعار کاذب به نام بازسازی حکومتداری خوب، ولی چیزی نکردن. اگر ما بعد از جمع انتظار باشیم، این انتظار ما ضیاع وقت است. بهتر است که ما خود دست با هم بتیم، از امکاناتی که داریم اینا در کار بردازیم، از آن استفاده کنیم و با همت عالی بتوانیم ان شاء الله کشور از این حالت نجات بدیم، به یک بهبود، به یک افغانستان مترقی و پیشرفته مبدل بکنیم.